سلام دوستان عزیز، امید از خوب صحتمند باشید. خوش آمدید به صفحه چنل Language Learning آموزش زبان ها. دوستان عزیز، آیا میخوای زبان انگلیسی میخوای یاد بگیری، زبان ترکی هم میخوای یاد بگیری و در پاریس هم ترجمه فارسی یاد داری؟ دوستان عزیز، اگر میخوای بیشتر بیاموزی، خیر همین کانال ما سابسکرایب کنین، چنل ما سابسکرایب کنین تا همه روزه براتون درسای جدید پست کنم. دوستان عزیز، شروع میکنیم بعد از خود. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، از سابجکت پرونام یعنی از با زبان ترکی وزن ضمیری میشه و زبان فارسی هم ضمایر فاعلی. خب آی اینجا تیرک هم زدیم که بهتر دوستان فهم. آی با زبان انگلیسی با زبان ترکی چی میشه؟ بن و با فارسی من. ای با زبان ترکی چی میشه؟ ترکچه ندمین، یعنی با زبان ترکی چی میگه؟ او ارکک یا با زبان فارسی هم او مرد مانا میده. شی با زبان ترکی چی میشه؟ او کادن با زبان فارسی هم او زن یا خانم هم مانا میده. دوستان عزیز، یک مانا داره، او زن یا خانم فرق نمیکنه. هد یعنی هد با زبان ترکی چی میشه؟ اونو و با زبان فارسی هم آن بیجان. وی بیس با زبان ترکی بیس با زبان فارسی هم ما مانا میده. یو سیس با زبان ترکی با زبان فارسی هم شما. ده اونلار با زبان ترکی اونلار و با زبان فارسی آنها مانا میده. دوستان عزیز، این بود بخش ضمایر فاعلی که سابجکت پروناون یا وزن ضمیری بود. درس بعدی آبجکت پروناون است که با شما در درس بعدی میگذارم. دوستان عزیز، سابسکرایب، لایک، کامنت، شیر فراموش نشه. بازم تشکر از حمایتتون دوستان عزیز. تا درس بعدی وقت خوش داشته باشید. خداحافظ.